بهترین راهش همین است که ما یک پلیسی جدید پیش بگیریم. مثلا بین هند و پاکستان ما موضوع بسیار شفاف که باعث سوء ظن بین دو کشور نشود و روابط ما با پاکستان با معنی دشمنی با هند و روابط ما با هند با معنی دشمنی با پاکستان تلقی نشود. در این زمینه باید موضوع شفاف داشته باشیم و یک مقدار دیپلماسی به شکل قطرگونه را پیش بگیریم. شما امیدی هست از حکومت افغانستان که بالاخره بتونه روابط با کشور خود داشته باشه؟ خب ممکن اینا این کارا نکنن ولی من مجبور هستم نظر و پیشنهاد خود بگویم. پیشنهاد من این است که همونطور که قطر در بادی‌های منطقوی همیشه کوشش میکنه نقش بسیار متفاوت و جدید داشته باشه، ما میتونیم این نقش بازی بکنیم و افغانستان کشور بسیار مساعد بود برای این نقش، به خاطر که افغانستان در شرایط فعلی دولت کاملا متفاوت با سایر کشورهای منطقه داره که در اینجا مثلا اجماع کشورهای مهم بین‌المللی صورت گرفت و حضور گسترده نیروی ملل متحد اینجا صورت گرفت و افغانستان حکومتش در یک انتخابات نسبتا آزادتر نسبت به دو کشور همسایه شکل گرفته و مثلا مطبوعات رسانه‌های آزاد افغانستان با اون محدودیت هایی که در کشورهای همسایه مواجه نیست یک زمینه وجود داشت که متاسفانه از این زمینه استفاده نشد و دوباره از این بعد دولت های آینده استفاده بکنند و در رابطه با اینکه نقش نیروهای بین‌المللی را ما چگونه ارزیابی بکنیم، بله ما باید یک تعامل بسیار مثبت با کشورها داشته باشیم، یک مقدار اعتماد داشته باشیم نسبت به کشورهای دیگه. همین بحث خارجی داخلی را امیدوار هستم که رئیس جمهور صاحب بیشتر از این عمده نسازه و ذهنیت مردم افغانستان نباید به طرف منفی گرایش پیدا بکنه. ما باید باور داشته باشیم که کشورهای مختلف جهان در عصر امروز بیشتر روی منافع تمام ملت‌های جهان فکر میکنن تا منافع قشری خاص خودشان یا منافع جغرافیایی خاصشان، به خاطر که امروز دنیا بشریت به یک آگاهی جدیدتر رسانده و این است که گرسنگی همسایه در یک نقطه از کشور دیگه و ضرر تو تمام میشه. و این نمونه امروز اگر قدرت خرید در چین پایین میره امریکایی‌ها نگران میشه و اگر قدرت خرید در امریکا کاهش پیدا میکنن چینایی‌ها نگران میشه. معنیش چیست که انسان‌ها به یک سلسله کشفیات جدید رسیدن. در گذشته ما خیال میکردیم که ضعف کشور همسایه، ضعف یک کشور خارجی به نفع ما هست و امروز برعکس تمام کشورها تلاش میکنن کشورهای دیگر قوی تر باشن، در قوت دیگر را در راحتی دیگر را ما میتونیم بیشتر راحت باشیم. یک از دلایلی که امریکایی‌ها اینجا حضور یافته دلیلشون هم همین است که اگر در افغانستان ناامنی باشه، ترور باشه، جنگ باشه، ما نمیتونیم در واشنگتن راحت بخوابیم. تشکر.